در طول مدتی که توی زندان بودم، در طول 8 سالی که توی زندان بودم، شاهد شکنجه و قتل عام بهترین جوانای ایران بودم. بعد توی این دوره خودم هم توی این تمامی این سختی ها سهیم بودم با این بچه ها. به هر حال هرچی بود من شانس بیشتری داشتم که من زنده موندم و توی این دوره من یه سری نقاشی های مستند دارم که اونجا از همبندی ها نقاشی کردم و تونستم به کمک خود اون بچه های اینا رو مخفیانه از زندان بیارم بیرون. اولین دلیل من خب این بود که خیلی های نقاشی ها رو می دیدن، خوششون می اومد و به این رسیدم که خب یه کاری بکنم که همه این نقاشی ها رو بتونن ببینم، برای اینکه از داخل زندان و زندگی روزمره ما اونجا و خیلی از چیزهای شاید جزئیاتی که سخت تعریف کردنش توی نقاشی ها به راحتی میشه دید. اولین دلیلم همین بود که این نقاشی ها رو بتونم تو دید همگان قرار بدم. بعدم خب با نشون دادن این نقاشی ها به دنبالش خاطرات 8 سال زندان من هم برای خودم زنده می شد، هم 100% جاشون در کنار این نقاشی ها خالی بود و این تبدیل به یه همچین کتابی شد. به غیر از همه این چیزهایی که من گفتم، من به نوعی خودم توی درون خودم یک مسئولیتی رو حس میکنم، برای اینکه بعد از این دوران سخت و مسائل به غایت غیر انسانی که به چشم خودم دیدم و شاهد اون چیزها بودم و الان زندگی نسبتاً راحتی رو که دارم، یه جور مسئولیت رو توی خودم حس میکنم برای بیان این مسائلی که بوده. کسانی که اعدام شدن صداشون دیگه وجود نداره، برای اینکه اونها رو با تمامی اون آرزوها و ایده‌ای که داشتن از این، یعنی توسط رژیم جمهوری اسلامی اینا نابود شدن و اعدامشون کردن. به هر حال پیام اونها رو آدم‌های مثل من میتونن به جامعه برسونن تا این تبدیل به یک صدای بزرگتری در سطح جامعه بشه و این چیزیه که من فکر میکنم درست برعکس اون چیزیه که رژیم میخواد. رژیم تمامی این اعدام‌های به خصوص سال 67 رو که هزاران نفر رو اعدام کرد مخفیانه انجام داده و تمامی سعی و کوشش این بود که نذاره که کوچکترین خبری از این اعدام ها به بیرون درس پیدا بکنه. 100% من توی خودم این مسئولیت احساس میکنم که راجع به این قضايا حرف میزنم. من میدونم که خانواده‌هایی که بچه هاشون اعدام شدن چقدر در و داغون شدن و موقعیت اینو ندارن که به هر حال جایی رو پیدا کنن حرفشون رو بزنن. من الان خارج از کشور هستم و 100% این برای من راحت تر از اونیه که داخل ایران فرض کنی یه مادر پیری نشسته و با غم خودش داره زندگی میکنه، شاید هم از دنیا رفته. به هر حال این برای من خیلی مهم هستش که راجع به این قضايا صحبت کنم. دلیل اینکه بازگویی میکنم از این مسائل خیلی سخت و غیر انسانی این نیستش که فقط بشینیم و با بیان مجدد اینها ما خودمون غمگین بشیم و دیگران رو غمگین کنیم، بلکه به نظر من هدف بزرگتری رو باید داشته باشیم. اونم اینه که کمک کنیم که این جنایت ها دیگه تکرار نشن. چجوری میتونیم کمک کنیم؟ به غیر از این نیستش که هم خودمون افکار خودمون رو بتونیم بازسازی کنیم، بیشتر رشد بدیم و کسای دیگه ای که دور و بر ما هستن آگاهی بدیم، یعنی همچنان هم آگاهی بدیم هم آگاهی بگیریم و از تکرار این جنایت ها جلوگیری کنیم. همین الان توی زندان های ایران هستند خیلی هایی که درست مثل اون زمان های ما دانشجو هستن، کارگر هستن، زنهایی که به خاطر حق و حقوقشون مبارزه میکنن، هنوزم گوشه های زندانی بر اون ور هستن. یه سری اسم در میکنن، اسمشون مطرح میشه ولی ابعاد خیلی بزرگی از این زندانی ها مشهور نیستن، اسمی ازشون نیست. توی شهرستان ها به خاطر مسائل قومی، مسائل
هویت محلی، زبان محلی، چیزای اینجوری سرکوبای خیلی خیلی وحشتناک صورت میگیره. ما هنوز تو ایران شاهد سرکوبای وحشتناک هستیم. به هر حال باید روزنه‌ای پیدا کرد و با این سرکوب‌ها مبارزه کرد.